بله، در این قسمت من از یکی دیگه از دانش آموزان عزیزم میخوام خواهش کنم که درباره سنت‌های نوروزی برای ما بخونه. میخوام که اول اسمشو به ما بگه. سلام، من والا ثقفی هستم. والا ثقفی. والا جان بیا دم میکروفون تا میتونی نزدیک میکروفون. من والا ثقفی هستم. مرسی والا جون. شما کلاس چندم انگلیسی هستی؟ سوم انگلیسی. و در چه لولی از فارسی میخونی؟ هفتمه فارسی. بله، خیلی متشکرم. خب حالا میشه که شروع کنی و درباره عید نوروز برای ما بخونی؟ بله. در زبان فارسی نوروز یعنی روز نو. به همین دلیل ایرانیان تولد دوباره بهار را جشن می‌گیرند و آن را آغاز سال جدید می‌دانند. مردم ایرانی با گذشتن چند روز از اسفند ماه گندم در آب می‌ریزند و سبزه درست می‌کنند. پاکیزه کردن خانه و یا خانه تکانی برای آنها بسیار اهمیت دارد. بخش دیگر آداب نوروزی خریدن شیرینی و لباس نو می باشد. آغاز سال نو ایرانی لحظه اعتدال بهاری است که روز و شب طول مساوی خواهند داشت. در زبان انگلیسی به آن ورنال ایکوناکس میگویند. به هنگام تحویل سال نو تمام افراد خانواده بر دور سفره هفت‌سین می‌نشینند. این سفره تشکیل شده از 7 خوراکی که در تنگ طبیعت موجود است، مانند سیب، سماق، سرکه، سنجد، سیر، سبزه و سمنو. علاوه بر آنها آینه، شمع رنگی، شیرینی، گل، تخم مرغ‌های رنگ شده و یک ماهی قرمز کوچولو در تنگ آب گذاشته می شود. پس از تحویل سال نو همه یک دیگر را می بوسند و سال جدید را به هم تبریک می گویند و از پدر، مادر و بزرگترهای خانه عیدی که معمولاً پول است میگیرند. سنت بعدی دیدار از بزرگترهای فامیل است. جشن نوروز 13 روز طول میکشد و در 13مین روز بهار ایرانیان از خانه خارج میشوند و در طبیعت به شادی و پایکوبی میپردازند. پیشا پیش نوروز باستانی بر همگی مبارک.